این زن با کودکی در بغل در گوشه‌ای نشسته بود که متوجه شد این شخص روحانی ظاهراً دارد از او به دلیل نداشتن حجاب فیلم یا عکس می‌گیرد. ببینم گوشی تو با اجازه کی من عکس گرفتی؟ بچه‌ی من مریض بغل منه. گوشی تو ببینم. گوشی تو ببینم. درمانگاهی در شهر قم چند روز پیش فریاد زنی که به این روحانی اعتراض می‌کند که چرا بدون اجازه از او فیلم گرفته. این فیلم واکنش‌های زیادی را برانگیخت. به ویژه موافقان و مخالفان در فضای مجازی نسبت به آن واکنش نشان دادند. ابتدا کاربران با هشتگ مادر قمی از این زن حمایت کردند و بعدتر در پاسخ به حامیان تندروی حکومت که با الفاظ توهین‌آمیز درباره این زن نوشته بودند، با این هشتگ‌ها از حق انتخاب پوشش نوشتند که این زن شجاع است و یکی از ماست که از سر اتفاق صدایش به گوش بقیه رسیده. از سوی دیگر حمایت بعضی مقام‌های حکومتی از آن فرد روحانی شروع شد. یک نماینده مجلس گفت که اگر او همانجا بود همین کار را می‌کرد. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانیه. من وقتی می‌بینم خواهرم دارد به چاه می‌افتد وظیفه دارم دلسوزانه تذکر دهم. حالا میگویند تذکر لسانی ندهید، باعث تنش می‌شود، ولی هر کسی تخلف از قانون را دید باید گزارش کند. این هم واکنش مشاور وزیر ارشاد. بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان است. عکس گرفتن از کسی که در ملأ عام کاری برخلاف قانون و شرع و عرف انجام می‌دهد خودش عرف روزگار رسانه است. اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود خطا نکرده بود. محیط جامعه فضای خصوصی کسی نیست. دادستان قم هم اعلام کرد که پرونده قضایی تشکیل شده و دستور دادند که منتشر کنندگان فیلم بازداشت شوند.